سلام بینندگان عزیز، خبرهای روز را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. یک مهاجر 39 ساله تاجیک در نتیجه سوختار در ولایت امسک روسیه به هلاکت رسیده است. در این باره دادستانی امسک خبر داده است. بیت الله منبع صبح 15 آگوست در ساختمان یک بینای بلند آشیانه سوختار سر زد. گفته می شود هنگام کارهای کفشگری مواد گرمی دهنده آتش گرفته است. در این حادثه 11 نفر زخمی شده، یک نفرشان که شهروند تاجیکستان بود به هلاکت رسید. همچنین دو مهاجر ازبکستانی نیز آسیب گرفتند. از شهروند ففتیده تاجیکستان نام برده نشده است. تنها گفته شده است که 90% بدنی او سوخته بود و طبیبان نتوانستند نجاتش دهند. روسیه میزبان حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است و سالانه بر اثر حادثه‌های ناخوش و بیماری ده‌ها مهاجر می‌افتند. وزارت انرژتیک و ذخیره آب تاجیکستان میگوید که از کار ماندن دو چرخه نیروگاه برقی توکتاگل در قرقیزستان سبب شد که انتقال برق بعد از ظهر 14 آگوست در بعضی مناطق تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان قطع شود. منبع میگوید که سرباره چرخه‌های از کار بازمانده به خط انتقال برق قزاقستان گذشت و این افزایش باعث خلل‌دار شدن کار نظام یگانه انرژی آسیای مرکزی گردید. وزارت میگوید که با نظر داشت وضع پیش آمده ساعت 14:43 به وقت محلی نظام انرژتیکی کشور از نظام یگانه در آسیای مرکزی جدا شد. کار یک قطار چرخه‌ها در نیروگاه‌های داخلی هم به گفته وزارت انرژتیک قطع گردید که باعث قطع سراسری برق در تاجیکستان شد. مقامات تاجیک میگویند که برق ساعت 16:40 قسماً و تا ساعت 19:03 پاره برقرار شد و تاجیکستان هم به نظام یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی دوباره پیوست گردید. بیت الله وزارت انرژتیک و ذخیره آب وضع پیش آمده با تجهیزات برقی نظام انرژی کشور یگان ضرر نرسانده، آنها در حالت کارشایمی باقی ماندند. برخی ساکنان کشور به رادیو آزادی گفتند که از شدت زیاد برق تلویزیون‌هایشان از کار مانده است و چراغ‌هایشان سوختند. تلاش‌ها برای میانه‌روی و آشتی میان جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان و نیروهای این گروه در بدخشان افغانستان به نتیجه مانده است. مقامات محلی طالبان در بدخشان یکشنبه 15 آگوست گفتند جمعه خان فاتح برای صلح و سازش آماده نیست. در یک پیام صدایی منسوب به جمعه خان فاتح او شکایت می‌کند که نیروهای طالبان خانه‌های مردم را تفتیش کرده افراد بیگناه را کشتند. بر اساس گزارش‌ها فصیح الدین فطرت سردار ستاد کل ارتش طالبان برای گفتگو با جمعه خان فاتح به بدخشان رفته است. در همین حال جبهه آزادی افغانستان یک گروه مسلح مخالف طالبان ادعا کرده است که به موضع‌های این گروه در چند منطقه ولسوالی زیباک ضربه زده است. این جبهه ادعا کرده است که جنگجویانش بعضی منطقه‌ها را تصرف کرده طالبان را مجبور به فرار کردند. نظر مقامداران طالبان به این حرف‌ها معلوم نیست. طبق گزارش‌ها درگیری‌ها اساساً در ناحیه نوسه ادامه دارد که با ناحیه دروازه تاجیکستان هم مرز است. روز 13 آگوست جسمینه شیرینجان ساکن 21 ساله ناحیه درواز در ولایت مختار کوهستان بدخشان از سری سلاح به دستان از افغانستان کشته شد.